سلام، من اکسان هستم. امروز اومدیم فروشگاه زنجیره‌ای ولیو ویلیج. میخوام امروز درباره این فروشگاه بهتون یه توضیح بدم اگه بهمون نزنن. و اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ولیو ویلیج جزو دسته فروشگاه‌ای هستن که محبوب کانادایی‌ها و امریکاییان. تمام لوازم دست دوم به قول معروف که یه سری‌ها ما تو خونه‌هامون میریزیم دور، تو اینجا استفاده میشه، میارن واسه فروش و تمام پولش میره واسه مؤسسه‌های خیریه. حالا کاملتر توضیح میدم بهتون چه شکلیه. یه قسمت داره که دونیت، شما هر لوازمیه که بخواین نه خداحافظ شما. اینم یه دونه هموطن بود که رفت. ببینید تمام ما مثلا تو فرهنگ خودمون جا نیفتاده یا خیلی هم شاید بد بدونیم، ولی خب اینجا اصلا چیز بدی نیست. شما یه سری آدما هستن که اصلا دوست دارن بیان تو اینجا خرید کنن ولی نمیرن نو بخرن. ببینید الان من حالا تو کار خودم دارم میگم، الان یه دونه سپاهیه گذاشته اینجا تقریبا 4.99 شاید با تکسش اینا $5. چیز بدی هم نیست، برند خوبی هم هست، ولبون هم هستش. خب اینو بخواید نوشو بخری حالا نمیدونم چقدره، ولی خب بیشتر از این صحبت هست. به درد کار ما میاد. حالا بریم ببینیم چیه. خب الان داریم میبینیم دیگه چه چیزایی هست. البته یه ذره به هم ریخته است، باید حوصله داشته باشی بگردی قشنگ که ببینید چه چیزایی پیدا میکنی اینجا. الان مثلا چه میدونم ضبط اینجا هست، پمپ واتر پمپ و شمع ماشین هم اینجا هست، سیلیکون، لیزر، همین لیزرایی که ما بچه بودیم باش خیلی دوست داشتیم بازی کنیم. این نوع مدلش هست. به به آیت آخان. آره پاوره، ولی پاور قدیمیه. پاوربانک 1000 میلی آمپر. چند؟ $9. یادش بخیر خونه مادر بزرگم از اینا داشتیم. البته الان خودش هم داره. اینجا قسمت اسباب بازی بچه‌هاست. دیگه بزرگ میشن میارن اینجا یه سری اسباب بازی‌ها رو میدن بهشون. کلی لگو و نمیدونم چی بگم دیگه. همه چی هست دیگه، دارین میبینین اینا. لگوها رو چقدره؟ مثلا اینا بهشون باز کنی مثلا یه چیز باحالت توش در میاد. یه عالمه عروسک و اینجور چیزا. فله دیگه، یه سری چیزاشو اینجا فله است. کودکی درونم فعال شده. تیرکس هم میخوام. اسپایدرمن هم هست اینجا. اسپایدرمن در حال استراحت. ببینید بچه‌ها یه عالمه بورد گیم هایی که تو خونه افتاده و هیچ کم استفاده نمیکنه، اینا میان اینجا میدن و با قیمت‌های مناسب به فروش میرسه. خیلی هم چیزای جالبیه. من خودم دارم توش میگردم ببینم اگه چیزی به درد بخوره پیدا بکنم. یه چیزی الان پیدا کردم، حالا اینو ببینید. یه زمانی واسه خودش آیفون پرو مکس جدید بوده ولی دیگه هیچ استفاده‌ای نداره. یادش بخیر. جواب میدی، پوینت میگیری. بچه اینجا انواع اصلا پازلا رو میبینی، چه میدونم 3400 تیکه، 296 تیکه. یه چیز جالبی داره. قسمت هایی که داریم میبینید کفش هاست.
این ور زنونه هست، البته خیلیه آیلش. خب و اینکه داریم میبینیم مثلا نیو بالانس و کانورس و یه سری چیزایی که میگم از نظر برندی برنده، ولی خب خیلی هم میپوشن دیگه. ما البته نه، ولی خب خیلی هم میپوشن. لباس عروسا رو ببینیم دیگه، مثلا دیگه اومدن اینجا دونیت کردن بفروشن. خب داریم میبینین دیگه رود و شکی و نمیدونم پتو و این چیزا هم هست اینجا دیگه. خیلی هم میگیرن میندازن میشورن، حالا ضد عفونی میکنن، هستش دیگه همه جوره دیگه. بالشتا رو نگاه کنید، اما اصلا بالشتا رو داریم میبینیم. یه سریاش هم نوعه واقعا، چون استفاده نکردن، میگم نپوشیدن، استفاده نکردن دیگه. ولی خب چیز بدی نیست در کل واسه اینا دیگه. الان مثلا اینجا یه دونه بالشت نو داریم، بالشتش از $4 شروع میشه، $2 شروع میشه. بچه حولم هست اینجا، استفاده شما میکنید. من که اصلا دوست ندارم تاچش کنم اصلا، و فکر کن یکی برداره اینو استفاده کنه، ولی ضد عفونی میکنه استفاده میکنم. اما اصلا کلاه رو ببینید، کلاه نقابدار رو این کل با مازه سله. یه عالمه کلاه پشمی اینجاست، همه چی داره اینجا دیگه، همه چی داره، حتی لباس زیرم داره. جدی میفرمایید؟ یه سری کیفا هستش که اینجا مثلا مایکل کورس اینجا، بعد یه دونم اینجا دیدم الان کلوین بود اینها، مثلا گذاشته چند قیمت نزده روش فعلا. شاید داخلش این گسه هست $18. شما بخوایم بریم نوشو بخریم خدا تومنه. الان فکرم این دولچه بود $18. بچه اینجا شعبالی هاشون رو میبینیم که برنده مختلف داره، یعنی لی 505 فکر کنم. چند دلار زده؟ $11. زمینن لی 559 $22. بچه اینجا یه سری آپشن هاست که میبینید، مثلا این تیشرت آدیداسه تیم کوکیت لامه $7. بچه یه سریشون واقعا قدیمیه که داریم میبینیم. یه زمانی اینا واسه خودشون داستانی داشت دیگه، دکار آمپلیفایرهای قدیمیه، این تاها در آن نواختن. این زمانی تاها همه اینا نو بودن، یه زمانی اینا همشون نو بودن و براشون پول داده شده، خریده شده، آره. استفاده شده. ماشین حسابا رو یادش بخیر. الان همه چی اومده توی این گوشی‌ها، حتی همین آمپلیفایر بزرگی که می‌بینی. این همیشه من میگفتم چقدر به هم بود. آره اون که دیگه خودت کثافته. ببخشید.
زمانی توی ماشین‌های قدیمی قبل از اینکه این نوار کاست که زمان ما باشه، حالا مدل‌های مختلفش، حالا یه دونم باز می‌کنم ببینید، اینا بوده نوار کاست‌های قبل از این داستانا. حالا گرید بویز خیلی هم جالبه. نوار کاست هاست. اوه دی دورز. اوه چی هم اومد؟ اما اصلا صفحه های قدیمیه. خارج از اون یه سری کتابه هست که اینجا گذاشتن. بچه ها قشنگ خود سد اسماله ها، مثلا اینا گیرایی پشت در میدارن، حول موله آویز میکنن. اینا ظرف غذای سگ و گربه و اینجور چیزا. به انواع اقسام قلاده ها رو میبینیم. دوچرخه، مثلا یه دوچرخه اینجا که گذاشته $49. خب اینم 2-3 ساعت ما گشتیم تو ولیو ویلیج و اینکه یه 2 تا سپایه من گرفتم، یه لیزر شو گرفتم، یه چاقو سرخپوستی مال خود بومیای سرخپوست کانادا رو گرفتم. همینجور چیزا رو باید بگیری دیگه. خب ما یه سری چیزا رو خب خوشمون شد نیاد بگیریم، ولی خب این چیزایی که من واسه تجهیزات کار خودم گرفتم بد نبود. منتظر برنامه‌های جدید باشین، منو حمایت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. دوستتون دارم. فعلا